خود هو الله خانده زینب کنار راهی میدان می شود دارد به سر امامش خانده رجز ای دشمنان من قاسم ابن الهم در راه دین مصطفی من میدهم جان و تنم من میدهم جان و تنم سیرت علی صورت علی قدرت علی صورت علی سیرت علی صورت علی قدرت علی صورت علی من نوجوان کربلا آری بود جدم علی خانده رجز ای دشمن من قاسم ابن الحسن در راه دین من میدهم جان و تنم سیرت علی صورت علی قدرت علی صورت علی من نوجوان کربلا آری بود جدم علی واقاسما اول پسر را کشته ای دوم پسر را کشته ای سوم پسر را کشته ای چهارم پسر را کشته ای افتاده ازرق از نوا نوبت به جنگ تن به تن با پهلوان خصم دون ازرق به میدان آمد افتاده پای تو چمور افتاده پای تو چمور از خیمه ها هو می کشد تکبیر بر او می کشد دارد حسن در آسمان فرزند خود پو می کشد نوبت به جنگ تن به تن با پهلوان خصم بود از رغم میدان آمد افتاده پای تو چمور افتاده پای تو چمور از خیمه ها هو می کشد تکبیر بر او می کشد دارد حسن در آسمان فرزند خود بو می کشد واقاسما واقاسما